تا حالا به این فکر کردی که چرا ژاپنی‌ها انقدر زیاد عمر میکنن و همیشه هم سرحال و رو فرم هستن؟ ژاپن همیشه به خاطر طول عمر بالا و سلامت مردمش زبان زد کل دنیا بوده. اما واقعاً چه عادت‌هایی باعث این طول عمر با کیفیت میشه؟ توی این ویدیو قراره بریم سراغ 5 تا عادت جادویی ژاپنی ها که میتونی خیلی راحت وارد روتین روزمرت کنی تا یه زندگی سالمتر و عمر طولانی تری داشته باشی. پس لایک و بزن و تا آخر این ویدیو همراه من باش. روزت رو با نوشیدن یه لیوان آب ولرم شروع کن. شاید به نظر خیلی ساده بیاد، اما اصلاً این عادت رو دست کم نگیر. ژاپنی ها رازی دارن به اسم سایو. اونا معتقدن اولین چیزی که سر صبح وارد معده خالی میشه تعیین کننده ارتعاش کل روزته. برخلاف آب یخ که مثل یه سیلی محکم به بدن شوک میده و باعث انقباض رگ‌ها میشه، آب گرم با دمای نزدیک به دمای بدن خیلی نرم و طبیعی سیستم بدن رو راه میاندازه. از نظر علمی این کار مثل یه بیدارباش ملایم برای کل بدن عمل میکنه. آب گرم باعث انقباضات خفیف و منظمی در روده ها میشه که بهش حرکات دودی میگن. این یعنی خداحافظی با نفخ و یبوست های کلافه کننده صبحگاهی. از طرف دیگه وقتی این آب ولرم رو مینوشی دمای داخلی بدنت کمی بالا میره که باعث باز شدن منافذ سیستم گوارش و فعال شدن سمزدایی یا همون دیتاکس طبیعی بدن میشه. در واقع با این کار بدن خیلی راحت‌تر مواد زائد رو میشوره و میبره و حتی متابولیسم یا سوخت ساز بدنت هم جون تازه‌ای میگیره. اما ماجرا فقط به جسم ما ختم نمیشه. توی فرهنگ ژاپن سایو یه تمرین مایندفولنس یا ذهن آگاهی هم هست. وقتی با آرامش و جرعه این آب رو مینوشی به سیستم عصبی پاراسمپاتیک پیام میدی که دنیا امنه، عجله‌ای نیست و ما قرار نیست با استرس روزمون رو شروع کنیم. این کار دقیقاً مثل یک کلید هورمون استرس یا همون کورتیزول رو خاموش میکنه و تمرکزت رو بالا میبره. حالا اگه طعم ساده آب رو دوست نداشتی میتونی با اضافه کردن یه ورق لیمو یا یه ذره زنجبیل تأثیر این معجون رو جادویی تر کنی. در نهایت میخوام به یه چالشی دعوتت کنم که خودم هم تازه شروع کردمش. اگه مثل من به قهوه اعتیاد داری فقط برای یه هفته اون قهوه ناشتای صبح رو که اسید معده رو کاملا به هم میریزه بذارش کنار. قانونش هم ساده است. اول با یه لیوان آب ولرم به استقبال بدنت برو، نیم ساعت به گوارشت فرصت بده تا خودش رو پیدا کنه و بعدش برو سراغ قهوه محبوبت. شک ندارم بعد 3 روز از شفافیت پوستت و سطح انرژی بالایی که در طول روز داری حسابی تعجب میکنی. عادت دوم ریشه در یه رسم باستانی و بسیار محبوب در منطقه اوکیناوای ژاپن داره که بهش هاراهاچیبو میگن. اگه بخوام خیلی ساده این مفهوم رو برات ترجمه کنم یعنی فقط تا وقتی غذا بخور که 80% سیر شدی. این قانون در واقع یکی از بزرگترین رازهای سلامتی و تناسب اندام ژاپنی هاست. با رعایت این اصل نه تنها از سنگینی و پرخوری جلوگیری میکنی بلکه به سیستم گوارشت اجازه میدی که هضم غذا رو با کمترین فشار انجام بده و ریسک مبتلا شدن به چاقی و بیماری‌های مزمن رو به حداقل ممکن میرسونی. دلیل اصلی این که ما معمولاً بیش از حد نیازمون غذا میخوریم یه ناهماهنگی کوچیک بین معده و مغز ماست. چون حدود 20 دقیقه طول میکشه تا پیام سیری از گیرنده‌های عصبی معده به مغز برسه. وقتی تون غذا میخوریم قبل از اینکه مغز فرصت کنه فرمان ایست یا سیر شدن رو صادر کنه ما ظرفیت معده‌مون رو پر کردیم. اما زمانی که آروم غذا میخوری به مغزت این فرصت طلایی رو میدی تا سیگنال سیری رو دریافت کنه. جالبه بدونی که همین عادت به ظاهر کوچیک یکی از دلایل اصلی طول عمر مردم اوکیناوا در جهانه.
ژاپنی‌ها به جز اینکه آروم و شمرده غذا میخورن، روی کیفیت چیزی که میخورن وسواس خاصی دارن. سفره‌هاشون پر از مواد غذایی فوق‌العاده سالم و چگالی مغذی بالاست، مثل ماهی‌های غنی از امگا 3، سبزیجات تازه، توفو و البته غذاهای تخمیری مثل میسو و ناتو که مثل یه بمب پروبیوتیک برای روده عمل میکنن. این غذاها شاید کالری کمی داشته باشن، اما به قدری غنی و خوش‌طعم هستن که بدون نیاز به زیاده روی حس رضایت و سیری عمیقی بهت میدن. یه فرهنگ عالی دیگه هم که دارن، از ظرف‌های کوچیک برای غذا خوردن استفاده میکنن. ژاپنی‌ها غذا رو توی بشقاب‌ها و کاسه‌های ظریف و کوچیک سرو میکنن. این استراتژی هوشمندانه باعث میشه که چشم از دیدن یه میز رنگارنگ سیر بشه و مغز حجم کم غذا رو بیشتر از اون چیزی که هست تخمین بزنه. حالا یه پیشنهاد دوستانه برات دارم. موقع غذا خوردن گوشی تلفنت رو کنار بذار و واقعاً روی مزه هر لقمه تمرکز کن. اگه آگاهانه به بدنت گوش بدی، خودش خیلی دقیق بهت میگه که چه زمانی وقت کنار کشیدن از غذاست. عادت سوم درباره اینه که چطور بدنمون رو به حرکت وادار کنیم. نه، اصلا منظورم وزنه زدن یا دویدن‌های طولانی یا ساعت‌های خسته کننده توی باشگاه نیست. توی ژاپن فعالیت بدنی با تار و پود زندگی مردم گره خورده و یکی از قشنگترین رسماشون انجام تمرینات گروهی و هماهنگ صبحگاهیه که تقریباً همه جا اجرا میشه. تصور کن یه سری حرکات کششی و نرمشی ساده که هر روز صبح از رادیو و تلویزیون پخش میشه و پیر و جوان، از دانش آموزا گرفته تا کارمندهای شرکت‌های بزرگ، همه با هم انجامش میدن. این ورزش شامل کشش‌های ملایمیه که انعطاف بدن رو بالا میبره، گردش خون رو بهتر میکنه و با اکسیژن رسانی به مغز دقیقاً مثل یه شارژر قوی عمل میکنه. اما راز اصلی اونا فقط این تمرین چند دقیقه‌ای نیست. توی ژاپن پیاده روی بخشی از سبک زندگیشونه. اونا به جای تکیه کردن بر ماشین شخصی، خیلی از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنن و همین باعث میشه که ناخودآگاه کلی مسیر رو تا ایستگاه مترو یا اتوبوس پیاده روی کنن. این یعنی فعالیت بدنی به جای اینکه یه کار اجباری و خسته کننده باشه، خیلی نرم و هوشمندانه بخشی از زندگی روزمره شونه. در واقع ژاپنی‌ها ثابت کردن که برای رو فرم موندن حتما لازم نیستش وزن جابجا کنی یا ساعت‌ها توی باشگاه عرق بریزی. تفاوت نگاه اونا با بقیه دنیا توی یک کلمه است: تداوم. از نظر یه ژاپنی کارهای ساده‌ای مثل باغبونی، تایچی یا حتی تمیز کردن آگاهانه خونه همگی نوعی ورزش محسوب میشن. اونا به جای اینکه یهو جوگیر بشن و 2 ساعت سنگین تمرین کنن و بعد رهاش کنن، روی حرکت‌های کوچیک اما همیشگی سرمایه گذاری میکنن. جالبه بدونی همین فعالیت‌های ریز روزانه باعث میشه مفاصل بدن همیشه روغنکاری شده بمونن و به همین دلیله که میبینی پدر بزرگ و مادر بزرگ های ژاپنی توی سنهای بالا هم مثل جوانهای چابک و پر انرژی هستن. و اما میرسیم به رفیق همیشگی و اصیل ژاپنی ها، یعنی ماچا. بهتر از همین اول بهت بگم که ماچا اصلا یه چای معمولی نیست. این پودر سبز درخشان در واقع یه بمب آنتی اکسیدانه که نوعی انرژی خاص بهت میده. برخلاف قهوه که ممکنه گاهی وقتا باعث تپش قلب، اضطراب یا افت ناگهانی انرژی بشه، ماچا یه بیداری متمرکز و با ثبات ایجاد میکنه. یعنی همزمان که مغزت کاملا هوشیاره، بدنت در حالت آرامش قرار داره. ماچا باعث میشه که سطح تمرکز و یادگیری به شدت بالا بره و در عین حال تنش‌های عصبی به کل ناپدید بشن.
ماچا روی متابولیسم بدن تاثیر میذاره و سرعت چربی سوزی رو بالا میبره و خاصیت بعدیش اینه که منبع غنی نوعی آنتی اکسیدان به اسم کاچین هست. کاچین ها مثل سربازهای مدافع در بدن عمل میکنن، با التهاب ها میجنگن، از سلول ها محافظت میکنن و ضربان قلب رو مثل ساعت برات مرتب نگه میدارن. وقتی به جای نوشیدنی های قندی یا نوشابه ماچا رو انتخاب میکنی، در واقع داری کلی کالری اضافه رو حذف میکنی و به جاش یه اکسیر جوانی به بدنت هدیه میدی. اما برای خود ژاپنی ها نوشیدن ماچا خیلی فراتر از بحث سلامتیه. اونا به این کار به چشم یه مراسم رسیدن به آرامش نگاه میکنن. موقع نوشیدن این چای اونا روی مفاهیمی مثل شکرگزاری، حضور در لحظه و ارتباط با طبیعت تمرکز میکنن. پیشنهادی که برات دارم اینه که عصرها که انرژی بدنت افت میکنه، به جای اینکه سراغ بیسکویت و چای شیرین یا تنقلات ناسالم بری، یه فنجون ماچا بنوش. با این جایگزینی کوچیک نه تنها اشتهات برای خوردن شیرینی‌های مضر کمتر میشه، بلکه به مرور زمان حس میکنی چقدر پوستت شادابتر و سیستم ایمنی بدنت قوی‌تر شده. ژاپنی ها یه احترام عجیبی برای طبیعت و ریتم اون قائل هستن. بیدار شدن با طلوع خورشید به اونا کمک میکنه تا بدنشون رو با ساعت زمین تنظیم کنن. تو فرهنگشون یه مفهوم خیلی قشنگ هست به اسم آسایاکا یا همون نور صبحگاهی. این فقط به معنی زود بیدار شدن نیست، بلکه یه نوع وصل شدن به اولین پرتوهای خورشیده. اونا از این زمان طلایی برای خلوت با خودشون، مدیتیشن یا برنامه ریزی روزشون استفاده میکنن. این عادت صبحگاهی معجزه‌ای برای تنظیم هورمون‌های شماست، چرا که نور طبیعی خورشید بلافاصله فرمان بیداری و شادی رو در مغز صادر میکنه. دریافت این انرژی اولیه نه تنها ویتامین دی بدنت رو تامین میکنه، بلکه با تنظیم ساعت درونی باعث میشه کل روز رو با ذهنی شفاف و روحیه‌ای عالی سپری کنی. حتی چند دقیقه حضور در هوای تازه صبحگاهی کافیه تا بدنت یه جون دوباره بگیره. حالا اگه فکر میکنی بیدار شدن در سپیده دم برات کار سختیه، یه ترفند عالی برای دور زدن تنبلی وجود داره. اصلا لازم نیست یهو تصمیم بگیری ساعت 5 صبح بیدار بشی. از فردا فقط و فقط 15 دقیقه ساعتت رو زودتر کوک کن. همین تغییر کوچیک و تدریجی باعث میشه که بدنت بدون فشار و استرس خودش رو با ریتم جدید هماهنگ کنه. وقتی لذت تماشای طلوع و اون سکوت پر از آرامش رو زیر پوستت حس کنی، دیگه بعید دلت بخواد اون لحظات رو با خوابیدن از دست بدی. حالا نوبت توه. حتما توی کامنت ها برام بنویس که دوست داری کدوم از این عادت ها رو از همین امروز شروع کنی. مثل همیشه دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.